سلام خدمت دوستان که میخوان بدونن چطور آنلاین اسکن میکنیم با ویندوز سیکورتی به ترتیب که یه صفحه اینترنتی باز میکنیم و در آدرس بار این بالا می نویسیم www ویندوز که میبینم اولی هستش، حاضر هستش اینجا هایتش میکنم و اینتر رو میزنم. به همین صفحه‌ای که میبینید میخواد باز بشه صفحه هستش که من میتونم اینجا آنلاین اسکن کنم. ولی همینطور که میبینید اینجا پاپ آپ داد، راست کلیک میکنید، اینجا نوشته ران ادان. این ران ادانی که میزنید شروع میکنه اینجا یه پنجره جدید که میتونید ران کنید. یکی ران کنید اون صفحه ببینید تغییر میکنه و حالا یه مقدار سفر پایین تر که بیاریم میبینیم که اینجا شروع میکنه به پر کردن این نوار. این نوار که پر بشه صفحات تغییر میکنه. اونجا که میبینید شروع کرد پر کردن. و حالا که تمام کرد ببینید که اینجا میتونید تیک کویک اسکن بزنید یا سمارت، یا بهترین هستش که 1 ساعتی شاید هم بیشتر وقت ببره. اینو میزنید و کاستوم اگه بخواید بشید که مشتریشون میشید و پول رو بهتره که همین تیپ رو بزنید و رایگان بتونید اسکن کنید و اینو یک بار حداقل در هفته انجام بدید بد نیست، ضرر نداره و بتونید برای اولین بار اگه موردی داشته باشید چندین بار اسکن کنید، یعنی باید ریستارت کنید دوباره اسکن کنید. من زدم اسکن، همونش که میبینید شروع میکنه به اسکن کردن. من الان تیپ اسکن دادم و چند تا ویروس اینجا هستش که برای همین مورد گذاشتم که اینجا ببینید چطور میشه و الان فیلمش رو استاپ میدم تا این تموم بشه بگم به چه نحوی شما میتونید اونا رو از بین ببرید. فعلا تا اینکه اینو اسکن کنه، همونطور که میبینید این بالا نوشته تراک اسکنینگ، نزدیک 350 هزار تا مورد اینجا الان صفر هستش پیدا میکنه و اسکن میکنه تمام کامپیوترتون. فایلایی که هستش اینجا میگه چه جاهایی رو داره اسکن میکنه علل حساب و اینجا قرمز نشون میده که چند مورد هستش پیدا کرده و تو این صفحه که میبینید اینجا فایلایی خواهد اومد که بعد از پیدا شدن بهتون خواهم گفت. فعلا من فیلم رو استاپ میکنم تا این به پایان برسه. و حالا همونطور که میبینید اینجا اسکن رو تموم کرده. سه تا که میبینید زده اینجا های ریسک، های ریسک رو خودش تیک زده و میتونید شما اینجا مثبت اینو باز کنید. مثلا فرض کنید لاو ریسک زده، باز کنید ببینید که این موقع رو باز میکنید تو چه قسمتی چی هستش براتون توضیح داده. اینجا میبینید فرض کنید توی قسمتی یه برنامه اسم کرک هستش روش، ایر کرک، برای همون اینو به عنوان ویروس میشناسه و اگه احیانا اینو پاک نمیکنه به این ترتیب که توی کامپیوتر من هستش، خودم میتونم مراجعه کنم به اون قسمت اگه دوست داشتم اونو پاکش کنم و همونطور بعد تمام اینایی که اینجا میبینید به ترتیب تیک زده بشه. این کشوی رو به بالا ببرید و تمامش رو تیک بزنید
و اینا هستش medium risk هستش. میبینید مثلا فرض کنید اینجا دو تا مورد هست که داخل C هست برای پسورد مورد. اینا رو میتونید خود نگاهید برید داخل C program files and password جایی که میخواهید و خودتون میتونید ریموو کنید. اینجوری بهتون میگه که کجا شما مشکل دارید و میتونید اینا رو ریموو کنید. ولی اگه خواسته باشید اینجا اقدام کنید که دوباره اسکن کنید، اگر میدیوم باشه دوباره پیداشون میشه، یا اگر خودتون توی قسمت من دو تا اپراتیو سیستم دارم اینجا، همونطور که میبینید 3 تا دونه هایت گذاشتم که تورجان نشون میده یکشو. این توی یه دونه هارد دیگه ای هستش که یه کیگن هستش. کیگن رو به عنوان ویروس میشناسه، تورجان میشناسه. یکی اگه خواسته باشید خودتون میتونید به این ترتیب برید اینا رو پاک کنید. و این قسمت که میبینید این قسمت زده قرنچین select object، اینو میزنید. بعد از این که تیکه رو زدید لحظه ثبت میکنید. الان تمام اینه که اینجا هستش که معرفیشم کرده آدرسشون رو میتونید از این قسمت بیایید بزرگ کنید و ببینید دقیقا کجا هستش. این اولی رو که بزنید شیفت رو که نگه دارید رو بزرگ میکنه، میتونید همه اینا رو پاکش کنید و در آخر این دیلیت رو که بزنید همه اینا پاک میشن. به این ترتیب شما میتونید چند بار اسکن کنید، هفته یک بار اسکن کنید و کامپیوترتون رو سالم‌تر نگه دارید و به عبارتی میتونید ببینید کجا هستش این ویروس ها، تورجان ها، بتونید خودتون برید ریموو کنید. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. با امید دیدار تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.